بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر به تمام خواهران عزیزی که امروز در درس اخلاق با هم هستیم. صحبت امروزمون درباره همنشینی و صحبت صالحین و دور بودن و نفرت کردن از صحبت اهل شر یا از اهل فساد است. و درباره همنشینی با دوستان صالح، تاثیر کردن دوستان صالح، اگرچه ما در ادبیات، در کودکی، در مکتب ها هم خوانده هستیم، ولی باید خواهران عزیز چی در تربیه فرزند، چی در تربیه نفس خود، همیشه باید این رو دانسته باشیم که انسان رو از رفیقش میشناسند. تو که هستی، چگونه اخلاق داری، آیا اهل گناه هستی یا اهل ثواب هستی، آیا مردانگی و کمک و خوبی را دوست می‌داری یا از کار گریز هستی، ترسو هستی، آیا از اهل دنیا هستی یا از اهل آخرت هستی. این را گفتن تو یا اینکه ستایش دیگران نه، رفیقان تو معلوم میکنند. برای همین بعضی از علما میگویند برای یک نفر را شناختن کافی است دوست نزدیک او را شناسید، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند انسان در دین رفیقش است. و رفیق یا دوستی تو خواهی نخواهی در سلوکت، در اخلاقت، در دینت، در زندگیت، حتی در گفتارت، حتی در طرز صحبت کردنت تأثیر خود را میرساند. از اینجاست که کلمه حمیم، کلمه صاحب، دوست نزدیک، دوست در قرآن بارها ذکر می شود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به اطرافشان نگاه کردیم، اگر گفتیم این هدایت الله، توفیق الله هست، البته سبب دوستان فداکار هم بود که در یک مدت کوتاه این همه فتح و پیروزی را به دست آوردند. و اگر شما یک نفر را به حال خودش گذارید و گفتید او خوب است، او خیلی قوی هست، او با همه میتواند دوستی کند، کسی به او نمیتواند تأثیر کند، در حقیقت خطا کردید. زیرا قوی ترین رو هم همنشینش میتواند یا با تأثیر خوب یا با تأثیر بد تغییرش دهد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم، ابن حبان هم در اول همین حدیث رو می آورند. خیلی عجیب دوستی خوب و دوستی بد رو برای ما مثال می زنند. می گویند مثل الجلیس الصالح مثل العطار. مثال یک همنشین خوب، دوستی خوب مانند یک عطر فروش است. این لم ینلک منه اصابک من ریحه. اگرچه تو از آن عطر نخریدی، بوی خوشش به تو تاثیر میرساند. یعنی انسان خوب اگر به تو چیزی نگوید هم، رفتار او را دیده تو تغییر میابی. انسانی بد هم که در دوامش پیامبر مثال میزنند، مثال آهنگر رو، و میگویند و مثل الجلیس سوئی مثل القین. و آنی که همنشینی بد است مانند آهنگر است، آنی که با آهن کار میکند، به این طرف و به آن طرف هم بوی بد هم آتش پاره ها را می رواند. این لم تصیبک ناره اصابک شرره. اگرچه آتشش به تو نرسد، آتش پاره ها، شعله های خردکک آتش به تو می رسد، یا در حدیث دیگر بوی بدش آزار می دهد. خیلی مثال عجیب است و باید دربارش فکر کنیم. خواهران عزیز، آنهایی که دوستی بد دارند، اگرچه دوستی بدی آنها به آنها چیزی نگوید، آنها را به چیزی مجبور نکند، اخلاق او را دیده، طرز صحبت او، طرز پوشیدن او، عموما اخلاق بدی او را دیده هم تاثیر میگیرند. و انسان صالح باشد برعکس، اگرچه به تو چیزی نگوید هم تو رفتار او را دیده از او تاثیر میگیری. و برای مثال بعد یا گفتیم برای دوستی بعد، در سوره فرقان از پروردگار میگوید
یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. آنهایی که به سبب دوستی بد در دنیا راه هدایت را قبول نکردن، آنهایی که بیا دوستی من خفه نشود، از من نرنجد، قهری نشود گویان، هر خطاگی و غلطی که دوستشان کرد به آن راضی شدند. انا اینها میگوید الله روز قیامت انگشت ندامت میگزند و میدانند که سبب اساسی این همه عذاب آنها دوری از رحمت پروردگار و ابد و دائمی سوختن در آتش جهنم که به گفتن آسان است، اما تصور دقیق آن را کردیم دیگر انسان ها حتی شبها خوابشان نمیبرد. انا این انسان ها وقتی آن آتش جهنم و آن عذاب را میبینند که در آنجا نمیگویی الله من پروردگار خطا از من نبود، از دوستم بود، نمیگویی. الله میگوید من به تو عقل دادم، من به تو دست و پا دادم، چرا مقاومت نکردی؟ چرا گذاشتی تو را ضعیف کند؟ چرا گذاشتی تو را استفاده برد؟ انا این انسان ها روز قیامت میگویند یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ای کاش من فلانی را برای خود دوست نمی گرفتم که این بود که مرا به این راه انداخت. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یعنی ای وای که من با این دوستی نمی کردم. لقد اضلنی عن ذکری، انا این بود که مرا از ذکر، از راه راست گمراه هم کرد. الله میگوید به خاطر دوستش آنهایی که آتش جهنم شدند داد و فغان میکنن و اول میگن یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من همراه پیامبر، همراه پیروان پیامبر بودم. بعدن باز ندامت کشا میگن ای کاش من فلانی را دوست نمی گرفتم. یعنی دوست تاثیر خیلی 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 جدی دارد و ببینید که با کی دوستی میکنید، ببینید فرزندان شما با کی دوستی میکند، ببینید همنشین شما کی هست. و در سوره کهف هم الله میگوید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. تو همنشین باش، اگرچه شیطان تو را این طرف و اون طرف میکشاند، نه، خود را با جهاد با مجبوری باشد هم دوستی کن، همنشینی کن با آنهایی که آنها در یاد پروردگار هستند. هم صبح و هم شام آنها در یاد پروردگار هستند، آنها اهل دنیا نیستند. یریدون وجهه، آنها فقط رضایت الله را میخواهند. ولا تعد عیناک عنهم ترید زینت الحیات الدنیا. و اصلا تو به خاطر دنیا، به خاطر خوشحالی های دنیا از آنها دور نشو، آنها را نمان. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. و اصلا اطاعت نکن آنه که قلب او غافل است از ذکر ما و او لایق است ما او را گمراه کردیم. پس اینجا بیاید ببینیم که آیا دوستان ما کی هستند؟ ما یا راهنمایی میکنند به سوی الله یا راهنمایی میکنند به سوی دنیا. امروز در جامعه امروزه تاجیکی، در جامعه زنهای مردها، ما را کسی به بت و شرک و بت پرستی دعوت نمی کند. اساساً دعوتگران اطراف ما دعوتگران به سوی دنیا هستند. یکی می نشیند از معرکه چند هزار دلاری خود صحبت می کند که ایمان ضعیف تو یک بار تو را می برد به آن معرکه که من هم باید مثل او یک مهمانداری کنم. یکی تعریف می کند از توی کردهش، از دسترخانش و تو گمان نکرده که عاقبتش چی شد. خیر تو خیلی یک توی با خرج و خراجات و پر از اسراف و پر از ریا کردی، دوامش چی شد؟ ثریا را به دست آوردی، یک بار بخت را در خانه فرزندانت جای کردی، یک بار عزت یافتی که پیشتر نیافته بودی، یا همون پیشتره هستی، فقط خرج کردی، اسراف کردی، ریا کردی، نه اجر و ثواب گرفتی، بدتر به باطلاق گناه غوطیدی. یکی می نشیند از تویش می گوید شما باشد یک باره مثل او توی کردن می خواهید. یکی از خانهش می گوید و خواهران از من شخصا خودم
نفرت دارم از زنهایی که می نشینند خانه خود را چند در خانه داشتنشان در کجا خانه داری های خود را تعریف میکنند. خیر چی شد؟ تو که با خانه‌ات صاحب آبرو نمیشوی. اصلا آنهایی که به خاطر خانه به کسی تملق و دوستی میکنند آنها دوستی تو نیستند، دوستی پرده و دیوار تو هستند، وگرنه دوستی به خاطر اخلاق است، به خاطر ایمان است. ببینید می نشینند از خانهشان صحبت میکنند، یا یکی از شوهر و از چیزی دیگر صحبت میکنن، به خبری اومده با شوهر جنگی میشه که چرا تو نمیکنی شوهری او کرد. یعنی این گونه دوست ها خیلی زیاد هستند. دوست هایی که چه خیلی گفتم شما رو به بت و بت پرستی نه، شما رو به دنیا پرستی میبرن، شما رو به خود نمایی میبرن. و همه میدانید مایون خیلی مردمی تاثیرگیر هستیم. چرا مسئله دوستی خیلی برای ما مهم است؟ برای اون که نمیدانم مادرزاد باشد یا از چیزی دیگر باشد که ما خیلی زیاد تاثیر میگیریم. یک فرزندی ما با یک روس دوستی میکند، فرزندی ما روس شده میرود، آن دوستش اصلا اخلاق تاجیکی را یاد نمیگیرد. فرزندی ما با زنی روس ازدواج میکند، پسری ما روس شده میرود، آن عروس اصلا کلمه السلام علیکم را تلفظ خوش رو کرده نمیتواند. ما خیلی مردمی تاثیرگیر هستیم. از اینجا باید ببینیم که در اطرافمون کی هست. خواهد نخواهد همنشین به شما تاثیر میکند، خواهد نخواهد شما چه خیلی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن یا از بوی خوش او یا از شراره های آتش او ضرر میبینید. در دوامش ابن حبان میگویند انسان عاقل همیشه صحبت اخیار را، همنشینی با انسانهای خوب و صالح را و دور شدن از آنهایی که اهل و شر فساد هستند برای خود ملازمت میگیرد. یعنی به خود عهد میکند که من همیشه با خوبان هم نشینی میکنم، من با اهل گناه و فساد و ریا و اهل تمسخر و اهل بخل دوستی نمیکنم. بدانید میگویند با انسانهای خوب وقتی تو پیوست میشوی آنها به زودی از تو کنده نمیشوند، آنها دوستی را پایدار میدارند. برعکس اهل شر و اهل فساد که با آنها دوستی میکنی ولی خیلی زود از تو کنده میشوند، خیلی زود آدم فروش و نامردی میکنند. برای همین برای خود با خوبان بودن را که آنها اصلا تو را از پشت نمیزنند و اصلا تو را به حال خودت نمیمانند، دوستی کردن را به خود ملازمت همچون چیزی واجبی کن. و از آنهایی که اهل گناهند دور باش، برای آن که وقتی با اهل گناه شریک هستی تو خواه و نخواه از آنها میراث میگیری بدی را، خواه و نخواه به اهل گناه پیوست میشوی. و اینجا میگویند سفیان ابن عیینه از تابعین مشهور محدث میگویند شما وقتی یک انسان صالح را به خاطر صلاحیتش، به خاطر خوبی‌هایش، به خاطر او که زندگیش به خاطر الله هست دوست داشتید، گویا که الله را دوست داشتید. سبحان الله. چرا؟ چون آن انسان را به خاطر الله دوست داشتی، یعنی تو الله را دوست داشتی. عکس این را بگیرید، یک آدمی گناهگار را بد میبینید، ببخشید دوست میدارید، تو غضب الله را دوست میداری، میگویی نه خاراکترهای خوب دارد. خواهران عزیز، تمام آنهایی که بنده را میشنوید، ترازوی ما در وزن انسان ها نباید منفعت باشد، باید تقوای او. تا چه اندازه او با الله علاقه دارد، تا چه اندازه صلاح هست یا صالح هست این باشد که ما میگویم نه به من خوبی کرد، تمامی بدی های او را من میپوشانم. در دوامش میگویند مالک ابن دینار گفتند از این که سنگ برداری در میانت، از این که سنگ کشان باشی، در خاک و خاکستر آلوده باشی، بهتر است این برای تو از این که شیرینی بخوری و در تخت ها باشی همراه فجار. یعنی اگرچه در مشقت زندگی کنی هم تو زندگی کن با اهل صلاح، به خاطر دسترخوان خوب، به خاطر شیرینی و به خاطر توی و دبدبه ها به اهل فساد همراه نشو. خواه و ناخواه شعله آتش آنها تو را دامنگیر می شود. و میگوید آبروی تو می رود. آنی که با اهل فساد هم نشینی می کند
و از صحبت بدکرداران حذر نمی کند، خواهد نخواهد آبروی او آلوده می شود، برای آن که مردم از دوستانت به تو بها می دهند که تو کی هستی یا چی هستی. در دوامش می گویند آیت سوره 63 فرقان که الله می گوید و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، حسن بصری این گونه تفسیر کردند: عباد الرحمن بنده های خالص پروردگار در روی زمین خاکسارانه راه می گردند و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، به هر یک جاهل و بدزبان و بیهودگو جواب نمیدهند، میگن سلامت باش، از پای خودت شو، به من کاردار نشو، من هم با تو کاردار نیستم. اما حسن بصری میگویند بدانید عباد الرحمن کیها هستند؟ حلما و علما، حلیم هستند، مهربان هستند، سختگیر نیستند و عالمند، اهل علم هستند. صبورون ثبوتون، صابر هستند در مصیبت ها و ثابت هستند در قدم های خود. آنها را از راه الله کسی این طرف و آن طرف جنبانیده نمی تواند. این ظلمو لم یظلمو، اگرچه بالایشان ظلم شود آنها ظلم نمی کنند. و این بغی علیهم لم یبغوا، اگر کسی حدود آنها را پایمال کند هم آنها حدود کسی را پایمال نمی کنند. و در دوامش می گویند آنها ترس های خود را شکسته اند و مثل آهن سختند، یعنی ترس ندارند از کسی. اگرچه به ظالم ظلم نمی کنند، به از حد گذشته ها از حد نمی گذرند، معنایش این نیست که آنها ترسانچک هستند، نه، خیلی ترس را شکستند، خیلی قوی هستند و قوت آنهاست که با هر احمق برابر نمی شوند. در دوامش می گویند من عمرو ابن علم میگویند مرا بار استازم سعید ابن جبیر که از تابعین هستند دید و گفت تو همراه کی می نشینی؟ من گفتم همراه جوانها. و من گفت نه، با جوانان ننشین، اگرچه جوان استی با شیوخ بنشین، یعنی با آنهایی که سن سال بالاتر دارند و عقل پخته دارند، با آنها بنشین، از عقل آنها استفاده بر. از چند جوانی که هنوز از چیز تجربه ندارند تو چی فایده میگیری؟ یعنی اهل حکمت، اهل علم و معرفت همیشه با نفران می نشینند که عقل آنها صیقل یابد. در دوامش میگویند ابو دردا صحابی جلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند بدانید دوست صالح از تنها بودن برایتان خوب است از اینکه تنها بمانید به خود یک دوست صالح را انتخاب کنید. اما برعکس من تنها نمانم گویان دوست بد را به خود اختیار نکن. تنها بمانی بهتر است. تنهاگی هزارها مراتب بهتر است از اینکه با یک اهل گناه، با یک اهل ریا، با یک اهل دنیا، با یک غیبت کن که وقتی می نشینی اینقدر آلوده گناهت می کند با زبانش که دیگر چند روز تو نه لذت سجده را می فهمی، نه لذت دعا را، نه لذت خشوع را. از این گناه ها تنها بودنت بهتر است. با تنها بودن به درجه می رسی که آن دوست بد یا شریر تو را اصلا به آنجا نمی برد. در دوامش می گویند شما بدانید با ارزشترین چیزی که شما از دست می دهید این دوست صالح شما هست. هرچی را از دست دادی تو می توانی مثل او یا از آن بهترش را به دست آری. اما دوستی که وقتی به او نیاز داری یا در یک گرفتار هستی تو را نصیحت کند، وقتی الله را فراموش کردی به یادت الله را بیاورد، وقتی تک و تنها ماندی همدم تو باشد، بگوید من به خاطر پول تو نه، به خاطر آبروی تو نه، من به خاطر پدر و مادر تو نه، به خاطر خودت، به خاطر اخلاقت دوست تو هستم، در کنار تو هستم.
اگر این گونه دوست را از دست دادی، تو در حقیقت با ارزشترین چیزی خود را از دست دادی. پس قدر این گونه دوستان را باید دانست. دوستانی که با شما به خاطر ایمانتان دوستی میکنند، به خاطر اخلاقتان، نه به خاطر چند پت پیسچک داشتنتان، نه به خاطر اینکه شما صاحب مالید یا در خانه خوشرو زندگی میکنید یا در دسترخوان شما در مهمانی همه چیز پیداست، یا اینکه با شما آنها با دیگرها میتوانند اتصال یا راه پیدا کنند. نه، به خاطر ایمانت، به خاطر اینکه خودت انسانی خوب هستی با تو دوستی میکند، باید قدر این گونه دوستان را دانست و همیشه به الله پناه برد از دوستی که سبب می شود روز قیامت ما انگشت ندامت گزیم و بگوییم خدایا ای کاش من با فلانی دوستی نمی کردم. بیایید از اینجا خلاصه گیری کنیم که ما با کی دوست هستیم. با اهل دنیا چه خیلی گفتم، وقتی نشستی فقط از دنیا میگوید، از خانه‌ش و از لباسش و فقط هرچی که از دنیا هست. یا با کسی می نشینی وقتی نشستی تو را به یاد خودت می اندازد که تو خودت کیستی، چرا به دنیا آمدی، چی کارهایی هست که باید انجام دهی. یا تو را نصیحت می کند در بابت فرزندانت، در بابت همسرت، در بابت زندگی ثابت داشتنت با کی دوستی میکنی. و در حقیقت امروزها همه چیز زیاد هستند، اما این گونه دوستان خیلی کمیاب و نادر. نمیدونم از کجا پیدا میکنیم یک نفر را که وقتی همراهی ما بنشیند، چگونه که صحابه ها می نشستند می گفتند بیایید بنشینیم ایمانمون زیاد شود. یعنی همدیگر را نصیحت کنیم، صحبت کنیم تا ایمانمون را صیقل دهیم. از کجا این گونه را پیدا میکنیم؟ و بعضا خواهران عزیز، حتی در وقتی که در طلب علم در مصر بودیم یا الان که هم هست، بعضی خواهران شکایت میکنن، میگن شما با ما زیاد نمی نشینید. اما وقتی می نشینی همیشه صحبت از پای دنیا هست، یا غیبت شوهر یا غیبت خواهر شوهر، یا اینکه صحبت از دنیا، یا از یک کرته عادی که یک نفر پوشیده است نیم ساعت درباره اون صحبت می رود. راستی اینقدر من به خود نفرت می کنم که من با کدام ایمان، با کدام وجدان این نیم ساعت که من می توانم با چند نفر خواهرها یگان درس گذرانم، یا حداقل چند نماز نافله یا چند ورق قرآن خوانم، اینجا نشستم کرته یک نفر رو دارم گوش میکنم، خانه یک نفر رو دارم گوش میکنم. یعنی اینقدر دلم به تنگ میآید که این یک اذیت است. و ببینید که اکثریت صحبت ها همین گونه است. یعنی نمیدونم یا من فقط همین گونه یا دیگرها هم همین چیز رو حس کردید. صحبت ها همیشه از دنیاست. بیاید بگیریم درباره یک چیز دنیوی صحبت کنیم که به فایده مون هست. مثلا بگیریم درباره یگان نقشه برای کودکانمون، یگان استاد برای فرزندانمون، یگان راه حل برای مشکلی هایمون. نه، می نشینیم درباره کرته کسی، خانه کسی، زن دوم و سوم و چهارم و کسی، شوهر برآمده رفتن کسی. با همین صحبت ها می رود. پس از آن می بینید که دیگر یک سیاگی قلب مومن همیشه با او از چیزی که شد و گذشت خبر میدهد. یک سیاگی در قلبت، گویا که خورده هایت هم همش زهر بود، گویا که ساعت های نشستی فقط غیبت و گناه بود، به خود نمی آیی. برای همین مسئله هم نشینی، مسئله دوستی، الان یک مصیبت دیگر هست که حتما باید اینجا گفته گذاریم. خواهران عزیز، دوستی از طریقه تلفن. یک نفر رو نشسته و شناخته دوست بودن چیزی دیگر. یک نفره که عموما او رو ندیده، فقط عکسش رو یا در اینستاگرام و در تیک تاک دو سه نوارش رو دیدی و با او دوستی میکنی و تا اندازه دوستی که با او تمام اسرار خانوادت رو میگویی، در حال نمیدونی او کی هست. چون خیلی زیاد هستند مردهایی که خود را زنگویان به بین زنها میدرآیند و زنهایی هم که از روی بیکاری خود را مردگویان به نزد زنها میدرآیند. یا یک بیعقلی که او کار ندارد،
عموما نه او اهل تجربه است نه اهل چیزی دیگر است. دو نوار او رو میبینی میگویی خیلی معقول شد، با او دوستی میکنی و با او در اینجا و در اینجا از طریق تلفن صحبت بخبر است که او یک اهل فساد است، شاید دشمن الله و پیامبر باشد که دینی تو رو زیر سوال میبرد. و اینجا صحبتی که درباره همنشینی با صالحان و تاثیر دوستی صالح در زندگیت، در اخلاقت، عموما در تمام سلوکت بود، حتی در آخرتت. وقتی صحبت میکنیم ببینید که دوستان مجازی به ما چه تاثیر کرده ایستادن و حتما باید ببینید با تلفن با کی دوستی میکنید، کی رو به خود دوست گرفتید، با کی صحبت میکنید. بهتر نیست تنها باشید، با خود صحبت کنید. با همه چی صحبت میکنیم بجز قلب خود، از همه آگاه هستیم بجز خود که ما به چی نیاز داریم، چی کمبودی داریم، چی عیب ها داریم. با خودت دوستی کن از این که بروی با بیگانه هایی که عموما ندیده ای، نه پدر و مادرش رو میشناسی نه شخصا میشناسی، فقط از اینستاگرام یک عکسش رو دیدی یا چیزی دیگر، با او دوستی میکنی، با او وقت ها سال هایت رو میگذرانی. یک دیدیم 30 سال از 40 گذشته است، از 30 گذشته است. شما چی داره در نامه اعمالتان؟ نشستن در تلفن، نشستن سر دسترخوان 3 ساعت و 4 ساعت گپ زدن با دیگران. انا وقتی پیری آمد به 1001 مریضی، به 1001 دردی به درمان، به 1001 پشیمانی و ندامت که دیگر وقت از وقت گذشت و نمیتوانیم بگوییم پروردگارا من معذور بودم، من عذر داشتم، مرا ببخش من خطا کردم. الکی آن روز روزی معذرت نیست. پس بیایید ببینیم که دوستانمون که ها هستند، آنهایی که خیلی که مؤلف گفتن ما رو به یاد الله می اندازند، به یاد خودمان می اندازند، به یاد خودمان، به یاد اصل ما و هدف ما می اندازند. الله را فراموش کرده میگویند به خود آی، خود را فراموش کرده میگویند به خود آی، از پی گناه شده میگویند به خود آی. اگر این گونه دوست داریم همیشه با آنها باشیم و همیشه کوشش کنیم اگرچه با دادن دنیایمان باشد این گونه انسانها را از دست ندهیم. اما دیدید که اطراف همه اهل دنیا هستند، از نشستن به جز غیبت و به جز محبت و ریاکاری به دنیا چیزی دیگر زیاده نمی شود. بیاید بهترش تنهاگی را برای خود انتخاب کنیم، چون انسانهای تنها به درجه های می رسند که اصلا و اصلا آنهایی که 1001 دوستی بیگانه دارند، چون دوستی که همیشه از پی آزار تو با آن همه دنیا پرستی دارد او اصلا برای تو دوست نیست، او یک بیگانه است، آنها رسیده نمیتواند. و تقریبا میبینید انسان های عاقل برای خود دوست را چیده میگیرند. با هر یک احمق دوستی نمی کنند، با هر یک اهل دنیا دوستی نمی کنند، با هر یک اهل فساد دوستی نمی کنند. آنها میبینند که دوست حقیقی کی هست. دوست حقیقی که به خاطر الله و به خاطر اخلاقت با تو دوست است که هست. با اینها دوستی میکنن. اونی که با همه دنیا دوست و دوگانه هست، همه دنیا تمام زندگی او را همچون محرم رازهایش میداند، در عقل او مشکلی هست. در عقل او مشکلی هست، نقصانی هست که اجازه میدهد که این همه دنیا دوست نزدیک او باشند. مسئله دوست همچون مسئله دین است و خیلی تاثیرش بزرگ است. باید به این دقت دهیم و باید با اهمیت باشیم خواهران عزیز که همنشین ما کیست و دین ما را که دارد یا صیقل میدهد یا نابود میکند.